حجاب عفت هست. اشاره کردم، گفتم که خداوند زن مسلمان را قرار داده و دستور داده که مرد مسلمانش که شوهرش هست به عفت برساند. اگر زنی نتونه مردش رو به عفت برساند، هم مردش از دستش رفته و هم مردان دیگه در جامعه از دست رفتن. چون وقتی زن مسلمان حجابش رو رعایت نکنه، با بی‌حجابی و بدحجابی و آرایش بیرون بره و آرایش رو برای شوهرش انجام نده، در نتیجه شوهرش کم میاره، مجبوره که خودش رو بیرون ارضا کنه. این یه خیانت به شوهرش که شوهرش رو به عفت نرسانده. دوم این که مردان جامعه رو عفتشون به خطر انداخته. با آرایش وقتی میره بیرون، یعنی سرمایه های جامعه اسلامی رو به خطر انداختن، یعنی عفت و طهارت و شرم و حیای جامعه رو به خطر انداختن توسط همین زن بی‌حجابی که میره بیرون. پس در اینجا دو تا ضربه وارد میکنه و علما میگن حجاب عفت است، هم برای خودش و هم برای مردش و هم برای مردان جامعه اسلامی. زنی که برای مردان نامحرم در بیرون آرایش میکنه و خود آرایی میکنه و محاسنش رو به نمایش میگذاره و تو خونه حوصله نداره برای شوهرش آرایش بکنه، هم شوهرش رو به خطر انداخته، هم مردان جامعه رو به خطر انداخته. آیا این زن مسلمان میداند اون اندازه زن مسلمان جلو مردش میتواند بی حجاب باشد در اتاق خصوصی خوابش، که مردش را به درجه ای از عفت و ارضا برساند که اگر فرشته زیبایی حرام در خیابان، در ملأ عام، در خلوت بیرون از خانه ببیند، آب از آب تکان نخوره، چون به اشباع شده و به ارضا رسیده و این وظیفه زن هست. ولی امروزه برعکس شده، با بوی ماهی و مرغ و گوشت و پیاز و سیب زمینی و نمیدونم زردچوبه و اینا از آشپزخانه به اتاق خواب. اما هرچی عطر و آدکلون و کرم و نمیدونم فلان و وسایلی که مردش پول داده گرفته برای خودش و طلا برای بیرون، بعدم میگه تو شوهر منی، من تو رو دوست دارم، پول بده، چک بکش، مغازه به اسم من بزن، ماشین برای من بخر. بعد میگه مردا به عفت نمیرسن. مقصر کیه؟ گفته حجاب عفته. حجاب در بیرون عفته و عفت جامعه رو حفظ میکنه، اما بی حجابی در اتاق خواب شوهرش این عفته. اون عین حجابه، یعنی همون حکمی که حجاب کامل در بیرون عفت تولید میکنه، بی حجابی اگر این تعبیر درست باشه و آرایش برای مردش در اتاق خوابش دور از چشم بچه هاش، دختر و پسرش، اینم عفت تولید میکنه برای مردش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. ای پیامبر، به همسرانت امهات المؤمنین بگو و به دخترانت بگو و به نساء المؤمنین، به زنهای مؤمنان بگو، یدنین علیهن من جلابیبهن،
اون پوشش کامل داشته باشن و چادرشون رو بر گریبانشون بیاندازن و سینه هاشون و یقه هاشون را بپوشانن و با حجاب کامل از خانه بیرون بیاین. و این بهتر است که اونها شناخته بشن به عنوان زنهای مؤمن کامل و عفیف و پاکدامن و با شرم و حیا و با حجاب و اذیت و آزار نشوند از جانب فساق و فجار و اونهایی که در دلهاشون مرض دارن و غرض دارن. یعنی با این پوشش بهتر است عفت و پاکدامنی آنها شناخته شود و در نتیجه از طرف افراد فاسد مورد اذیت و آزار قرار نگیرند. این توصیه خداوند به پیامبره و پیامبر امهات المؤمنین و بنات رسول الله صلی الله علیه وسلم و زنهای مؤمن همه رو در کنار هم قرار داده. و چه بسا زنهایی و دخترایی بی حجاب یا بد حجاب بیرون می روند، نه تنها خود در فتنه می افتند و دیگران را در فتنه قرار می دهند و خیلی وقتا هم شده که خانواده خود را دچار فتنه و مشکلات و مصیبت هایی کردند که پایانی ندارد. اگر زن یا دختر یا خواهر یا مادر رعایت نکند، چه بسا که مشکلاتی به وجود بیاید که بهش تماس بگیرن به مردش که همسر تو یا دختر تو یا خواهر تو در فلانجا دستگیر شده، خودتو اونجا برسان. چه بسا در نتیجه یک بی‌حجابی در خیابان مردی بیمار حرفای زشتی را مطرح بکند و اون منجر بشود به یک قتل و خونریزی. بی‌حجابی عاقبتی ندارد و بدحجابی عاقبتی ندارد. ما باید توصیه خدا و رسول خدا را مد نظر داشته باشیم. اینجا گفته ذالک ادنا، اگر با حجاب بیرون برن اولاتر تا اینکه شناخته بشن به عفت و افرادی که مریض هستن به اونها تعرض نکنن، در مسیرشون ظاهر نشن. تعداد بیشماری از زنها و دخترها در خیابان داد میزنن هرچی حرفا هست به ما بگید، ما برای این کار خودمونو داریم به نمایش میگذاریم. و خودتون میدونی که تو بازار و خیابان و دانشگاه و شرکت‌های خصوصی و غیر خصوصی چه داره میگذره. تو پارک ها و عروسی ها و حجاب عفت است. حجاب را رعایت کنند تا به عفت در جامعه شناخته شوند و مورد اذیت و آزار بیماردلان قرار نگیرند. این توصیه رو رعایت بکنید وگرنه با مشکل مواجه میشید.